السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من باشم علوی جان. آرش بخورم میفرمایید. درباره همین ثواب قرآن خوانی، یعنی معنایش رو ندانسته همین قرآن رو خواندن ثوابش چطور باشد؟ ثوابش است برای هر یک حرفش ثواب میگیرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی گفتن الف لام میم، یک دانه الف جدا، لام جدا، میم جدا هست، برای هر یک حرفش شما مادامی که این سخنی الله هست گفتید، در خواندنش تعبدیت است، یعنی عبادت است در خواندن قرآن. معنایش رو ندانید هم قرآن رو خوانید، لیکن برای معنایش رو دانستن هم حرکت کنید، اما ثواب میگیرید ان شاء الله. ثابت است ثوابش. معنایش را دانستن دو چندان ثواب باشد. البته و عمل کردن، البته عمل کردن. اساس قرآن برای عمل کردن نازل شده است. معنایش را دانستن و خواندن هم ثواب دارد، اما اصل زندگی یا گفتیم اساس آن عمل کردن به محتوای آن است.